پس فقط انسان خلیفت الله است. خلیفت الله یعنی انسان خداگونه. امام علی میفرماد هیچ میراثی مانند ادب نیست. میفرماد برای هر چیز عقل اساس و پشتوانه است. بعد حضرت میفرماد که اما خود عقل محتاج ادب است. بعد از خدای تبارک و تعالی انسان است که جایگاهو چی داره در روی زمین؟ خلیفت الله است. پس فقط انسان خلیفت الله است، جانشین خداست. و این چیه؟ یعنی که انسان جانشین خداست. وقتی نه که الان بالفعل ما جانشین خدا نیستیم، این تو فطرت ما هست. اما چه چیزی سبب میشه که ما متوجه این نباشیم که شأن و جایگاه ما، مقام ما در روی زمین، ما خلیفت اللهیم؟ و اگه خلیفت الله رو بخوایم سلیس به زبان فارسی امروزه معنا کنیم که زود بگیریم مطلب رو، خلیفت الله یعنی انسان خداگونه. مهمترین ویژگی انسان خداگونه این هست. مهمترین ویژگی انسان خداگونه این هست که پیروی نکن از آن چیزی که به آن علم نداری. انسان وقتی دیدید علم نداشته باشه، نه به جهان، نه به هستی، نه به خودش، نه به خدا، نه به کتاب، نه به پیامبر، نه به سنت، وقتی انسان علم نداره دیگه میره به سمت وادی چی؟ ضلالت، میره به سمت وادی گمراهی دیگه. پس لا میراث کالادب. امام علی میفرماد هیچ میراثی مانند ادب نیست. میفرماد برای هر چیز عقل اساس و پشتوانه است. بعد حضرت میفرماد که اما خود عقل محتاج ادب است. پس الان وقتی داریم از این مطالب میخوایم وارد صحبت بشیم که جایگاه و نقش امام علی در تاریخ اسلام چی هست، در فرهنگ و تمدن اسلامی چی هست، داریم جایگاه امام علی رو بعد از رحلت رسول خدا میخوایم بحث و بررسی کنیم. اما چون میخوایم وارد این بحث بشیم، من ابتدا به عنوان فقط مدخل بحث اینا رو به عنوان مقدمه عرض میکنم که ابتدا تکوین شخصیت امام علی هست. شخصیتی رو که ما بعد از رحلت رسول خدا از سن 33 سالگی حضرت تا سن 63 سالگی، یعنی اون بازه شأن استقلالی امام علی و شأن اجتهادی امام علی مربوط به بعد از رحلت رسول خداست. امام علی 3 دوره تاریخ زندگانی داره. دوره اول دوره ولادت تا بعثتشون هست که این دوره چیه؟ دوره تربیتی و تعلیماتی امام علی هست. دوره دوم دوره بعثت هست تا رحلت رسول خدا. این دوره چه دوره‌ای هست؟ این دوره جایگاه و نقش تبعی، نقش توئی تبعی رسول خدا هست. باز میخوام توئی و تبعی امیرالمومنین هست. یعنی ایشون در جهت گرایش به اسلام، پذیرش اسلام، رغبت به اسلام، اینها میشه تو. گرایش امام علی به اسلام یک گرایش و گرایش توئیه، برخلاف خیلی مسلمانان دیگه گرایشش ایشون کرهی نبود، یعنی اکراهی نبود، به زور نبود، تحت تاثیر جو و شرایط نبود. این که اسلام بالاخره غلبه پیدا کرده و در سال 21 رمضان، ماه رمضان سال 8 هجرت نهایتاً مکه مغلوب شد، قریش مغلوب شد و الان قریش به اسلام در آمد.
گرایش قریش به اسلام با چه انگیزه ها و اهدافی بود؟ اثر اختیار و طوع بود؟ و نه دیگه. اینا دیگه بیان واقعیات هست. اینا اللهم ارنی الاشیاء کما هی، یعنی بیان واقعیات کن. واقعیات هم فرقی نمیکنه. شما میخواید شیعه باشید، میخواید سنی باشید، میخواید خارجی مذهب باشید، میخواید یهودی باشید، یک اسلام پژوه مسیحی باشید. اگر چشمتون میبینه بگید الان فضای این اتاق روشنه، و اگر نمیبینی تاریکه برای شما. فردی که نابیناست از گرمای خورشید نورشو نمیبینه، فقط چه بهره‌ای میبره؟ فقط گرماشو حس میکنه. پس هر انسانی به اندازه متناسبه با شرایط خود دنیا رو، حقایق رو، واقعیات رو درک میکنه. مثلا وقتی داریم درباره این مسائل صحبت میکنیم، شخصیت امام علی رو از ولادت تا بعثت، از بعثت تا رحلت رسول خدا، این شد 2 دوره. این 2 دوره رو من فقط به عنوان مقدمه و مدخل ورود به بحث وارد میشم. حالا چرا ضرورت داره ما اینها رو به عنوان مفروضات اولیه بهشون توجه داشته باشیم؟ چون بعداً از رحلت رسول خدا به بعد تمام موضع‌گیری ها و تمام نقش و جایگاهی که امام علی در تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی، تعامل و یا تقابلی که با جریان‌های رقیب با صحابه رسول خدا داره، شما نمیتونید اصلا جلو اختلاف آرا بین علی ابن ابی طالب، ابوبکر خلیفه اول، عمر ابن خطاب خلیفه دوم، عثمان ابن عفان، نمیتونید اختلاف آرا بین علی ابن ابی طالب و معاویه رو بخواید ندید بگیریم، حذفش کنیم، بگیم نمیبایستی طور چیزایی اتفاق بیفته. امام علی در خطب نهج البلاغه خیلی بهتر از من و شما این مطالب رو بیان میکنن. میفرماد که با همین اختلافات هست که حق چی میشه؟ آشکار میشوند. در یکی از نامه‌هاشون به معاویه ابن ابی سفیان می‌نویسه در دوره خلافتشون که خداوند تو را به من مبتلا کرد و مرا به تو. یعنی من علی با دیدگاه‌ها، افکار، موضع‌گیری‌ها، تفکرات، سیاست‌ها، اقدامات تو آزموده می‌شوم و تو با نقطه مقابل من. پس تعرف الاشیاء بأضدادها، اشیا با ضد خودشون شناخته می‌شوند. پس اینا همه اون فرمول ها، اون قواعد، اون کلمات کلیدی هست که امام علی با زیبایی تمام اینها رو بیان میکنه. بنابراین اینها چیه؟ اینا جوهر تاریخ است. تاریخ رو مراقب باشید ذهن من و شما نسازه و حتما آقایان خانما دوری کنید از چون این تاریخی. اون میشه تاریخی که بر اساس پیشفرض‌ها، تعصبات، رسوبات ذهنی من شیعه یا رسوبات ذهنی من سنی یا رسوبات ذهنی من خارجی مذهب. یعنی شما پیش از این که دیگه دارای یک فهم تاریخی، درک تاریخی، شعور تاریخی باشیم، ابتدا اون ذهنیت تاریخی ما چی شده؟ اون شکل گرفته، ساخته شده. بنابراین این گونه نگاه تاریخ نکنیم. سعی کنیم که نگاه ما به تاریخ یک نگاه معرفتی باشه. حتما روح و جوهر تاریخ چیزی جز، اینم تو پرانتز میذارم و شما هم تو پرانتز ذهنتون بذارید که بعداً دربارش دیگه بیشتر فکر کنیم. روح و جوهر تاریخ چیزی جز این نیست که تاریخ علم شدن است.